اسم من موجوه. پدرم خارجیه، مادرم ایرانی. اونا تو دانشگاه با هم بچه دار شدن و بعد با هم ازدواج کردن و بعد با هم آشنا شدن. علت کارشون رو عشق و فصل جفتگیری اعلام کردن، در صورتی که در واقعیت Can you speak English? No. Can you speak فارسی؟ No. پس پاشو بریم شلوارمونو در بیاریم ببینیم چه خاکی میتونیم تو سرمون بکنیم. مادرم خیلی دوست داشت اسم ایرانی اصیل روم بذاره. برای همین تا 3 سالگی اسمم داریوش سوم بود. ولی بعدها به این نتیجه رسیدن که باید اون قسمت اضافیشو حذف کنن. برای همین اسمم شد سوم. چندین سال اسمم عدد بود. حتی 2-3 بارم به خاطر اسمم بهم مدال برنز دادن. کلاس اول و دوم هنوز اسمم سوم بود. تا کلاس سوم پدرم اسممو گذاشت جوزف. جوزف اسم پدر بزرگش بود، ولی چون مرده بود دیگه لازمش نداشت. جوزف از سومم بدتر بود. محمد جواد، محمد صادق، محمد علی، یوسف جمع کن از ایران برو. به خاطر اسمم همیشه تحت پیگرد قانونی بودم. دوبارم گروگان گرفتنم تا بالاخره با دخالت ثبت احوال اسمم شد نازنین محمد جوزف که نازنین صدا می‌کردن. این دیگه از جوزف و سومم بدتر بود. تو محله به زور منو میبردن کفتراشون رو نشونم میدادن. اینا قشنگن. پس شلوار در بیار. تا با دخالت ریش سفید محله که اتفاقا کفترای اونم دیده بودم اسمم شد موجو که از محمد جوزف میاد. پدر مادرم همیشه با هم اختلاف داشتن. سالی 2 بار طلاق میگرفتن تا اینکه سهمیه‌شون تموم شد و با کارت سهمیه طلاق یکی از دوستاشون که یه وانت زن داشت از من جدا شدن و با هم رفتن خارج، دوباره بچه دار شدن و زندگیشون واقعا عالی شد. من تا 20 سالگیم پیش ناخاله‌ایم بزرگ شدم. خاله شوکت. اولین باری که بابام اسمشو شنیده بود بهش یه گربه نشون داده بود. خالم هم مثل این که اون روی داگشو نشون داده بود و 23 سال قهر بودن. خاله شوکت یه پرنده داره که حرف میزنه. شوکت بیا غذا بده پدر سگ. و یه موش داره که آواز میخونه. دیگه این قوزک بام یاری رفتن نداره. خودش هم 10 ساله که داره برام شال میبافه، ولی چون آلزایمر داره هی یادش میره اصلا چی داشته میبافته. بگذاریم. این کافه همیشگیمه. هر روز یه اسپرسوی تلخ فرانسه میخورم. یه شیر هویج بستنی بدید. پولت کمه. خب نصفشو خودت بخور. هی موجو. کیه؟ صاحب خونه. چی میخوای؟ خونه ما. ما اجاره کردیم. پس چرا اجاره نمیدی؟ دادم که پولت کمه. اجارتون زیاد شده. منیجه گفتم زیاد خونه نمونی، ما اجاره خونه این ماه زیاد اومده. ما اصلا صبح تا بعد از ظهر خونه نیستیم. آره راست میگه، فقط شبا میایم. حتما اشتباه شده. پس صبح تا شبا من به یکی دیگه اجاره میدم. بده. باشه. منیجه شورت منو ندیدی؟ زنگ بزن شیفت صبحیا ببین نپوشیده باشن. ای بابا. منیجه این تیغه کند شده صورتمون نمیزنه. زنگ بزن شیفت صبحیا ببین پشماشونو نزده باشن. ای بابا. منیجه این بچه کیه؟ منیجه این شیفت صبحیا. ای ریدم تو این شیفت صبحیا. هی موجو. خب به بلایند دیت خوش اومدید. یالا از هم خوشتون بیاد. خب شما چقدر پول میخواید؟ الان یه 10 تومن کارمو را میندازه. نه یعنی تو زندگی چقدر خرج دارید؟ با لباس و لوازم آرایش ماهی 40 تومن. با خانواده؟ نه خودم. میتونی؟ آره در صورتی که پدرم من با ما زندگی کنه. ماشین چیه؟ پراید. نه ماشین اصلی چیه؟ پس یه ریشتراش دارم. خب از چه رنگی خوشتون میاد؟ قرمز. شما چی؟ همه ی رنگا به جز زرد. آقا ببخشید میشه برم تا خونه بیام؟ نه. خب شما از چه قیافه های خوشتون میاد؟ دختر. خب قیافش چطوری باشه؟ فرقی نمیکنه، سالم باشه. شما چی؟ همه، فقط عینکی نباشه. آقا ببخشید من برم لیزی کنم بیام؟ نه. کچلم نباشه. آقا ببخشید عکس منو بهش نشون دادید؟ نه والله. پس میشه کلن پرده رو بر نداریم؟ باشه. منیجه جانم. سسو بنداز. امروز میخوام برم میکروبلیدینگ. یعنی خارجه؟ نه پولشو بده. پدر جان ببخشید. هی موجو. آقا سلام، موبایل چنده؟ 100 تومن. چرا انقدر گرونه؟ $80 تومنه. باشه پس من برم پول در بیارم بیام. باشه.
سلام آقا، اون موبایل 100 تومنی رو میدی؟ 130 تومنه. 100 تومن بود که. دلار 95 تومنه. باشه، پس من برم پول در بیارم بیام. باشه. سلام آقا، اون موبایل 130 تومنی رو بده. 150 تومنه. دلار 110 تومنه. باشه، پس دیگه خداحافظ. خداحافظ. سلام آقا، دلار شد 80 تومن. اون موبایل 100 تومنی رو بده. 150 تومنه. دلار که برگشته 80 تومن. آره، ولی من دیگه اون آدم سابق نیستم. خب الان باید ارزون بدی. خب ما همه چی رو با دلار 110 تومنی خریدیم. خب یه دونه برای من جدید بخر. آقا اصلا چیزی کم نمیشه. دارن با آمریکا توافق میکنن. ببین ما به جز خود اون سالی که سفارت رو گرفتیم بقیه یه سالا داشتیم توافق میکردیم. اونو ولش کن. اصلا تا حالا دیدی چیزی ارزون بشه؟ نه، تموم شده رفت. بیا قسطی بردار 300 تومن. آهای، میای برنامه عشق ابدی؟ چیه؟ تو یه ماه عشق ابدی تو انتخاب میکنی. من 10 سال با یکی دوست بودم، آخرش ریدم. مگه زن داری؟ آره. نمیشه که. خب نمیشه به زنم من بگم بیاد بعد اونو انتخاب کنم؟ باشه، قبوله. هلو واتساپا، من موژوام، بیکارم. پدرم وقتی 3 سالم بود فوت کرد، بعد نامادریم منو. هات، این چیه میگی؟ تو گفتی از خودت بگو. ولش کن، بگو من مدلم، کسی هم پیگیری نمیکنه. خب از بین این 4 نفر عشق ابدی تو انتخاب کن. شماره 3. منظورت شماره 1 دیگه؟ نه 3. خاک تو سرت. احمق، چرا زن تو انتخاب نکردین؟ آخه این بهتره. آره خدایی. خب از خودتون بگید. به من نگاه کن فقط. داداش ما که رفتیم ولی کونت پار است. احترام خالق مشلوقات. احترام خالق مشلوقات. شاهین ماشاءالله همه خوشتی بنو اول. بیا عزیزم. آقا منو بندازید بیرون، دارم دیوونه میشم. ترانه خفه شو. خفه شو. اسماعیل جانم، زنگ بزن اداره برق ببین برق کی میاد. خودشون برق نداشتن زنگ زدن به ما. ای بابا. سلام آقا، این موزه چنده؟ 200 تومن. رئیس جمهور که عوض شد. آره ولی فقط اون عوض میشه، بقیه چیزا همونه. موزه ارزون داری؟ بیا خیار ببر، جفتشم درازه. اسماعیل جانم، زنگ بزن اداره آب ببین آب کی میاد. زنگ زدم، میگن خودمون داریم با آب معدنی کنمونو میشوریم. ای بابا. آقا میگن برجامم میخوان برگردونن. نه اونو ترام ریده روش. نه یه برجام دیگه دوباره میرینه روش. نه اگه ترام بیاد. ای بابا من ریدم رو ترامپ و برجام و تو و این 1 کیلو موز. میخری یا نه؟ ای بابا. اسماعیل فیلتر شکنم قطع شد. نه آقا اینترنت کلا قطع شد. خب زنگ بزن اداره اینترنت. همین الان تلفنم قطع شد. خب دیگه پاشو مغازه رو ببن بریم شکار. از اول باید شروع کنیم. موز من چی؟ بیا تو هم بریم از بالای درخت بچین. ریدم تو بخت ستامون. راستی محمد شنیدم مجتبی طلاق گرفت. آره 10 سال بود ازدواج کرده بودن. 2 تا هم که بچه داشت. آره اونا رو تقسیم کردن. خوب شد 2 تا بودن. آره. مجیدم طلاق گرفت. اون که 8 ماه ازدواج کرده. آره پولاش تموم شد، از حالت پرو خارج شد. برای مسافرت پول برده بود. نه همه چی گرونه. چقدر باید همراهمون باشه؟ خیلی. احمدم زندانه. بیچاره زنش. نه زنش مهرشو گذاشته اجرا. بیچاره احمد. من واقعا شانس آوردم. آره فقط تو طلاق نگرفتی. چرا؟ من که گرفتم. میگم شانس آوردم زندان نرفتم، خونه بابامو دادیم. تو هم طلاق گرفتی؟ آره چطور؟ هیچی، میگم حالا میخواید همه یه بار دیگه بگیرید، شاید دست پیش خوب بر نخورده بود. چی بگم والا؟ میگم آمار طلاق بالا نیست؟ نسبتا. چرا؟ تو ازدواج نمی کنی؟ من گوه بخورم. ها تصمیم خوبی گرفتی. آقا سلام، یارانه چنده؟ 45 تومن. 10 سال 45 تومنه. یه قیمتی هم ثابت نگه داشتیم نمیذارید؟ خب بده بیا. آقا سلام، چی میخوای؟ ابتدایی ترین مواد غذایی رو میخواستم. پولت کمه؟ 45 تومنه. ابتدایی ترین مواد غذایی 145 تومنه. خب کمتر از ابتدایی چی دارید؟ آمادگی ترین مواد غذایی رو میخوای؟ ها بده. پس بیا این پلاستیکو بگیر آماده باش. آهای، بیا به رئیس جمهور جدید رای بده، یارانه ها رو 400 تومن میکنه. 400 تومن؟ ها؟ رئیس جمهور دیگه چی دارید؟ همینه فقط. اینجا رو انگوش کن. بیا.
بیا یارانه 400 تومانی دارم. او خدایا شکرت. بیا ممنونم. آقا سلام، ابتدایی ترین مواد غذایی رو بدید برم. 850 تومنه. او مرض. هی موجو. احمد تویی؟ ها مشتبه تویی؟ ها اینجا چی کار میکنی؟ والا اومدم تو صف رب. ها واسه یه رب 3 رب اینجام. ای بابا تو صف چی؟ تخم مرغ ارزونه؟ چون صف احتمالاً تخم چینیه؟ آره چون توش پوچ در میاد. چجوری تا اینجا میارن نمیشکنه؟ نه دیگه مرغاشونو آوردن. ها ربش خوبه؟ دیگه یه چیز قرمز مزه گوجه میده. کافیه دیگه. تو سر کار نرفتی؟ نه والا بیکارم دیگه، شغلمه. بزرگ شدم بیکار شدم. ای بابا خب میخوای با من بیای سر کار؟ والا حتی پول ندارم بیام تا سر کار. شما بیای موز میشی؟ موز؟ ها بری تو موز جلوی آب میوه فروشی وایسی. کار بهتر نداری؟ من خودم هویجم. هویج میخوای؟ نه همون موز بده. باشه. تو پول داری به من قرض بدی؟ والا من خودمم تو صف ربم. نهایت میتونم یه رب بهت بدم. نه رب دارم، تخم مرغ میخوام. خب اونو من دارم. بریم املت بزنیم؟ نون نداریم. آقا نونو من دارم، تخم مرغ و رب ندارم. حله بریم. بریم. دوستان نه به جنگ. چرا جنگ افغانستانو نمیگی؟ کلن جنگ عراق چی؟ کلن گفتم. سوریه، یمن، آقا کلن. هیروشیما، سقوط قسطنطنیه، جنگ های صلیبی، جنگ ستارگان. گوه خوردم. بای بچه امروز اومدم باشگاه. چرا چیزی از جنگ نمیگی؟ بی شرف بی وجدان، خونخوار بی انسان، پدر سگ خر. پست جدید بذار حیوان. هی موجو. سلام، این یخچال چنده؟ 50 تومن. هفته پیش گفتی 40 تومن. خودت میگی هفته پیش. خب هفته پیش بود دیگه، گرون شده. خب این 45 تومنیه رو بده. 47 تومن. یه رو پیش گفتی 45 تومن. خودت میگی یه رو پیش. خب چیزی نگفتم، گرون شده. پس همین 50 رو بده. 51 تومن. همین الان گفتی 50. خودت میگی همین الان. خب بی‌ناموس چی بگم؟ سب کن. محمد زده 56 تومن. اسرائیل زده. مغازه شما رو زده؟ نه هر جا رو. باشه بده. سب کن. محمد داده 60 تومن. ایران جوابشو داده. خب بده همینو ببرم. محسن جانم 61 بده. اونور خیابون تصادف شده. باشه. شما دیگه خیلی حساسید. چیکار کنیم دیگه؟ محسن 61 و 500ش کن. یه نمه بارون زده، خیابونه قفل شده. خب من ریدم تو این یخچال. چی میشه گفت؟ آقا سلام، دفتر رئیس جمهوره؟ با کی کار داری؟ با رئیس جمهور؟ نمیشه. بگو چی کار داری؟ میخواستم ببینم چرا فیلترینگو بر نداشته. مگه قرار بود برداره؟ بله خودش گفت. نه گفت ایشالله. ایشالله یعنی چی؟ ایشالله یعنی جواب من نه، ولی اگه بگیم نه شما میگید چرا نه و خب حوصله‌شو نداریم. حوصله‌ش هم داشته باشیم قدرتشو نداریم. قدرتش هم داشته باشیم جرأتشو نداریم. جرأتش هم داشته باشیم مثلا همتشو نداریم. چرا؟ اینترنت جای خوبی نیست. پس خودتون چرا هستید؟ ما چون خب وقتی شما همه هستید ما هم هستیم. خب اگه همه هستیم پس چرا فیلتره؟ خب محمد چی بگم به این؟ هیچی دیگه، این فهمیده، بگیریدش. هی موجو. آقا جانم، در عقبت بازه. دست شما درد نکنه، وظیفه است. یه وقت خدای نکرده مواظب باش. ببخشید من برم. آقا جانم، در عقبت بازه. بله ممنونم، الان میزنم بغل میبندم. خواهش میکنم، ما همه چه عضوی به درد آورد. آقا یه لحظه اجازه بدید من برم. آقا جانم، در عقبت بازه. بله میدونم، ممنونم. وظیفه انسانی بود، کمک به هم نوع چو گیرد دست یار. آقا تو رو خدا وایسا من رد بشم. آقا آره بازه. فطرت ذات خونگرمی آریایی. آقا یکی را بده. آقا در خلوص نیت. آقا خواهش میکنم.
خب در خدمت رئیس فدراسیون ورزشی هستیم، جناب آقای مخلص منصب. تشویق بفرمایید. امروز اومدیم تا از قهرمان آسیا تجلیل کنیم. به همین مناسبت بی دلیل به تمام وزرا و نمایندگان مجلس نفر یک پراید جانم ببخشید یک شاسی بلند اعطا میشه. تشویق بفرمایید. خب دیگه نوبتی هم باشه. نوبت خب آقای مخلص منصب خیلی بی دلیل رفتن واسه مناجات. تشویق بفرمایید. فکر کنم دیگه کسی دیگه نمونده باشه. بریم واسه نهار. بریم. او پس من چی؟ تو کی؟ من قهرمان آسیا شدم. ای بابا وایسا ببینم چی داریم. بیا. او این چی بود؟ 6 تا بستنی خوری. او بستنی نمیخورم. خب توش آش بخور. او فقط روش نوشته تقدیم به خاله مریم برای خونه نو. خودت خطش بزن اسم خودتو بنویس. او هی موجا. ببخشید جای سوخته؟ نه هوا آلوده است. او من فکر کردم مهه. میگن دارن مازوت میسوزونن. او گفتن به خاطر سلامتیمون نمیسوزونن که. آره ولی برق رفت کنسل شد. ای بابا پس باید چیکار کنیم؟ هیچی، یه چند سالی از عمرمون کم میشه ولی عوضش چراغا روشنه. او میگم از این انرژی هسته‌ای نمیشه برق گرفت؟ مگه برای برقه؟ پس برای چیه؟ برای توافق دیگه. او یعنی توافق کنیم تموم میشه؟ آره به نظرم همین که توافق کنیم برگردیم به زندگی عادی خودش برد حساب میشه. او به نظرم باید تو اوج خداحافظی کنیم. پس انرژی هسته‌ای به چه درد میخوره؟ والا نمیدونم، فکر کنم همین میخوان داشته باشن چون طرز کارشو نمیدونن. او خب از اول نداشتیم بهتر نبود؟ چرا والا 20 سال از زندگیمون سیاه شد. آره به نظرم همون دوره هم مازوتمونو بسوزونیم. حالا یه چند سال دیگه هم کم میشه ولی عوضش مرغ ارزون میشه. آره والا. آقا صف برنجه؟ نه اونجاست بغل صف روغنه. خداحافظ. هی موجا. قربان پلنگ در تیررسه. خب بزنش. قربان اینجوری میکشیمش. خب پس برای چی با ما تماس گرفتن؟ نه باید زندگی ریش کنیم. خب جرمون میده. نه باید بیهوشش کنیم. بیهوش؟ این سوسول بازیات چیه؟ پلنگه. قربان دارن منقرض میشن. خب بشن، چیز خطرناکی هن دیگه. قربان از دید محیط زیستی ببینید. ها فهمیدم. خب اینو بزنیم چند تا میمونن؟ 2 تا. خب حله بزنش. قربان مطمئنید؟ ها بزنش. خب حالا اون 2 تا رو با هم جفتگیری کنید. قربان جفتشون نرن. نه میبندیمشون. نه میگم نرن، مردن. یا خدا پلنگا مگه زن و مرد دارن؟ همشون پلنگن دیگه. نه قربان فرق دارن. یعنی اصلا راه نداره؟ راه که داره قربان ولی ثمری نداره. خب پس تا ما رو زندگیری نکردن فیلم بردار رو زندگیری کنید. ممنونم. هی موجا. سلام، ما میخوایم بچه دار شیم. خب بشو. وام میخوایم. اول باید بچه دار شید. بچه چنده؟ 30 تومن. باش خداحافظ. آقا ما شدیم. کو بچت؟ اینجا تو شکمش. شاید زن چاقه. او منیژه بچه رو برین ببینه. نصف است. خب همونو بده 15 بگیریم. اصل بچه لازمه. او باش خداحافظ. آقا ما بچه دار شدیم. بیا این 30 تومن. بریم باش یخچال بخریم. بریم. آقا ما 3 تا دیگه بچه آوردیم. او یه 90 تومن دیگه بده. این بزرگه همون یخچاله؟ آره ولی دیر خریدیم میز وسط شد. این 3 تا یخچالن؟ نه اینا شیر خشکای این میز وسطن. پس شیر اینا چی میشه؟ هیچی، برای اینا دیگه یه محله رو. هی موجا. درصد شادی و رضایت مردم ایران به بالاترین حد خود رسید. این نوشته مجله تایمز کالچر به نقل از ویری سوئیز. هی موجا 3 سال منو بیرون نبردی. او چند سال دیگه صبر کنید تموم میشیم میریم. باید شام بریم بیرون. خب یه چیزی درست کن بریم دم در بخوریم. بیرون تر. خب سر کوچه بخوریم. من چلو کباب میخوام. او گرونه. امروز در جلسه اقتصادی رئیس جمهور در خصوص قیمت‌ها دستور داد همه بکشن پایین که اتفاقا هم کشیدن پایین. بیا ارزون شده. او خب بریم. آقا 2 تا چلو کباب برگ بدید با 2 تا نوشابه. میشه 500 تومن. با خود شما چی میگی؟ خب نوشابه نمیخواد، از شلنگ آب میخوریم. 450 تومن. او خب چلو کباب کوبیده بدید. 300 تومن.
خب چلو هم نمیخواد. 260 تومن. خب اصلا یه پرس بدید. 130 تومن. خب نصفشو خودت بخور. 65 تومن. خب نون زیرش چنده؟ 10 تومن. خب همونو بدید شلنگم باز کنید. هی موجو. سلام، چی میخواید؟ یارانه. بیا. چنده؟ 45 تومن. زیاد نشد؟ ما اینم تو رو در وایسی ادامه میدیم. باشه، خداحافظ. خداحافظ. زردالو چنده؟ 45 تومن. بیا. بیا. بخور. این چیه؟ یارانمون. هسته هاشم بخوریم، پلاستیکشم بخوریم. هی موجو. نگاه کن محمد، ساختمون منفجر شده. ببینم. نگاه کن محمد، دلار شده 50 تومن. ببینم. نگاه کن محمد، یه نفر کل بودجه 400 و همون جلوی در اختلاس کرده. ببینم. نگاه کن محمد، نصف ایران نیست. ببینم. نگاه کن محمد، یه پدر دخترشو کشته. ببینم. نیستش، بعدش خورده. بریم براش پیج بزنیم. بریم. هی موجو. محمد بیا، برای چهارشنبه سوری آتیش روشن کردم. از روش بپر. خاک بر سر سوسولت، من درد دارم. از لحاظ آلودگی صوتی خطرناک نیست؟ نه. چه خطری؟ خب بنداز. خاک بر سر سوسولت، من نارنجک دارم. از لحاظ سلامتی و نقص عضو خطرناک نیست؟ نه. چه خطری؟ خب بزن. خاک بر سر سوسولتون، من بمب دارم. از نظر تخریبی و کشتار جمعی خطرناک نیست؟ نه. چه خطری؟ خب روشن کن. خاک بر سر سوسولتون، من اینو دارم. از لحاظ نقض قوانین بین المللی، زیست محیطی، حقوق بشری و تحریمی خطرناک نیست؟ نه. چه خطری؟ خب بزن. خطرناک بود. آره. هی موجو. قربان سیل اومده. کجا؟ همه جا. سری دوربینو بردار بریم همه جا. خب حالا فیلم بگیر، بعدش هم روش آهنگ گیم آف ترونز میذاریم. قربان چکمه نمی پوشید؟ نه، اینجوری دلسوزتر به نظر میرسه. ولی چکمه داریم ما. گفتم نه. تازه بعدش هم همین جوری میریم جلسه و کلن تا یه هفته با پاچه های گلی این ور اون ور میریم. بله، بگید سری نیرو بفرستن، من تا نیان اینجا وای خواهم ساد. بیا، محمد آقا تا خشتک رفته پایین، 2 تام دوربین داره. آقا ببخشید، اگه میشه بیاید کمک. آقای حسینی بای نیم ساعت رفته زیر آب گزارش تهیه کنه، هنوز نیومده. هی موجو. موجو تویی؟ تو حسنی؟ سالها بود همدیگه رو ندیده بودیم. آره یادش بخیر. پدرت یادم مرده بود. هنوزم مرده؟ آره همون جوریه. نگران نباش، درست میشه. چی بگم؟ مادرت دوباره پدر زنده گرفت؟ آره ولی خودش مرد. الان فقط یه پدر زنده دارم. خب خالیش که به درد نمیخوره. آره تنهایی کار نمیکنه. دیگه دوست معمولی شدیم. عجب. تو بعد از دانشگاه چی کار کردی؟ هنوزم میرم. استاد شدی؟ نه، ریاضی 2 گیر کردم. تو که ازدواج کردی؟ آره اونم هست. دیگه زنم ریاضی 2 رو به عنوان یکی از خصوصیات اخلاقیم پذیرفته. میخوای دانشگاه رو ادامه بدی؟ والا الان که گیر کردم تو ترافیک، را بیفته ببینم اصلا کجا داریم میریم. عجب. تو چی شد میخواستی بری اروپا؟ اقدامی کردی؟ والا تا الان که فعلا فقط واکسن سینوفارم نزدم، چون میگن تو اروپا قبول نمیکنه. دیگه آخراشه. که بری؟ نه که بفهمم نمیتونم برم. ای بابا، راستی تو یه زن گرفتی؟ آره ولی طلاق دادم.
چرا؟ دنگشو نمیداد، همش من مهمون میکردم. ببین فکر کنم کلا نمیدن. چرا؟ چون زن منم خیلی مقاومت میکنه. خب اونجوری بود که نمیگرفتیم. من گفتم 2 میشیم خرجمون کمتر میشه. آره عجیبه. ببینم تو منتظر کسی هستی؟ نه. تو چی؟ منم نه. چه جنگی شده؟ ای بابا. او یاسر تویی؟ ها طاهر تویی؟ ها تو پارک چی کار میکنی؟ سالگرد ازدواجمو یادم رفت زنم بیرونم کرد. میخوای با سالگرد ازدواج من بری؟ تو مگه یادته؟ نه. تو تولد زن تو یادته؟ ماهشو میدونم دیگه، مجبورم کل ماهو جشن بگیرم. بس خوبه، من یه فصل جشن میگیرم. ای بابا. تو روز دختر میدونی کیه؟ قبلا هر یه ماه بود ولی الان مثل این که یه روز در میونش کردن. او کادو میخری؟ نه دیگه دعوا میکنیم، خرجش کمتره. او تو رنگ لاکی که تو عروسی دختر خالش زده بود و یادته؟ نه. یادت باشه من واسه اون اینجام. او ناصر تویی؟ ها تو محمودی؟ اومدی ماشین بخری؟ نه صاحب نمایشگاهم. او درس تو ول کردی؟ آره داشت به کارم لطمه میزد. او تو چی کار میکنی؟ من دانشجوی کارشناسی ارشدم. یعنی کارت چیه؟ هیچی، همینجوری درس میخونم. آخرش جایزه میدن؟ نه ولی مطمئنم ریدن. ماشین میخوای؟ این چنده؟ 22 تومن. 22 تومن چی؟ چی؟ هیچی. ماشین ایرانی چی داری؟ اینا ایرانیه. روشن میشه اینا؟ آره کار میکنه. چنده؟ 1,500. 1,500 یعنی چنده؟ میلیارد. از میلیون در اومدیم؟ من تازه رسیدم میلیون. بیا این ارزون تره، 1 میلیارده. اینا زمینم میدن باش؟ چقدر پول داری؟ من 50 تومن. 50 تومن چی؟ چی؟ میتونی ماهی 50 بدی؟ آره در صورتی که هر ماه پولمو پس بدی. باشه به شرطی که تو هم هر وقت ماشین تو گرفتی پس بدی. باشه قبوله، دمت گرم. قربونت.